پادشاهی با غلام عجمی در کشتی نشست و غلام دیگر دریا را ندیده بود و مهنت کشتی نیازموده. گریه و زاری در نهاد و لرزه بر اندامش افتاد. چندان که ملاطفت کردند آرام نمی گرفت و عیش ملک از او منغص گردید. چاره ندانستند. حکیمی در آن کشتی بود. ملک را گفت اگر فرمان دهی من او را به طریقی خاموش گردانم. گفت غایت لطف و کرم باشد. بفرمود تا غلام به دریا انداختند. باری چند غوطه خورد، مویش را گرفتند و پیش کشتی آوردند. به 2 دست در سکان کشتی آویخت. چون برآمد به گوشه‌ای بنشست و برقرار یافت. ملک را عجب آمد. پرسید در این چه حکمت بود؟ گفت از اول مهنت غرق شدن ناچشیده بود و قدر سلامت کشتی نمی‌دانست. همچنین قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. ای سیر، تو را نان جوین خوش ننماید. معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف. از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. فرق است میان آن که یارش در بر تا آن که 2 چشم انتظارش بر در.